نخستین فرسخ‌های راه ناهموار و نیمه ویرانه ناحیه اشت به سمت شهر خوجند منفرش می‌شوند و ترس و بیم رانندگان هم از صدمه‌ها کاهش می‌یابد. به گفته رانندگان ویرانی‌های راه به حد رسیده است که نه همه بارکش‌ها جرأتی به این منطقه آوردن مال و محصولات را دارند. پیش دیسک شکسته تمام زخم میکرد دیسک شکسته پس یعنی دیسک میشکسته یکته یمان میفروید بوم دیسک میزند با 500-600 به میفروید سه ما چهار ما ریمون کردیم استیم دیاره شهر بریم بود هم راه وایرون بود نو تکیز بود از رکنی ارز که تکیز شود نقش شود ماشینم بیشتر کنم یک سال دو سال به ریمون میکنیم ناز میشد. ماهی می صاحبکاران اشت در یک همایش تصمیم گرفتند که در تعمیر جزئی راه سهم گذارند. برای این نزدیک 3 میلیون سامانه در کار است و در نخستین قدم از 3.1 حصه آن جمع آوری شده است. مقامات محلی امیدوار است که مبلغ‌های باقی مانده نیز جمع آوری می شود و تا تعمیر کلی حرکت در این راه آسان‌تر می گردد. در مسیر راه همچنین 6 حاجتخانه برای مسافران ساخته خواهد شد. تشبث آن که راه خوجند اشت با اسفالت گرم تعمیر جاری می‌گردد از تعمیرهای قبلینه با آن فرق می‌کند که قبلا تعمیری با اسفالت خنک گذرانده می‌شد که مهلتی دور و دراز به مردم خدمت نمی‌کرد. اکثر راه‌های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده بوده برای تعمیر هر ساله آن میلیون‌ها دلار مبلغ ضرور است. راه خوجند اشت نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تعمیر کلی را ندیده است. ولی اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفت که در 5 سال آینده این مشکل را حل خواهد کرد. راه خوجند اشت نه فقط این منطقه شمالی ترین تاجیکستان را با مرکز پیوند میکند بلکه آن اهمیت بین المللی هم دارد. کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند در حال تعمیر شدن این راه روای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان هم زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. تشبث اساسی صاحبکاران هم برای تعمیر جاری راه به همین مسئله مربوط دانسته می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.